خب دوستان، اول باید پیچای هواکش رو به ترتیب باز کنیم، بعد بریم سراغ این قسمت. این قسمت هم پیچاش چند تا هست، اینا رو هم باید باز کنیم. پیچای این درپوش کلاج هم باز میکنیم که با بوکس 8 باز میشه. خب دوستان، بعد از باز کردن با این صحنه مواجه میشین. این قاب گیربکس بود، این قاب هواکش، اینم خود هواکش که باید بریم باد بگیریمش. خب دوستان، این فیلتر روغنه، اینم پیچ تخلیه روغنه، بوکس 17 میخوره. بریم بادش. اینم روغن سوختش. خب دوستان، این گیج روغن هم میبندیم، میریم سراغ اینم روغن گیربکس. خب دوستان، از اونجایی که با این سریای بسته‌بندی روغن گیربکس نمیشه این رو خوب بریزی داخل و سرریز میکنه، من تصمیم گرفتم که از یه سرنگ استفاده کنم.